درود بر شما تماشابینان ارجمند. خوش آمدید به آثارخانه ملی. 1000 سال قبل از تولد عیسی مسیح یک گروه قبایلی آریاتبار آسیای میانه به حدود امروزه ایران کوچ می‌بندند و بعدتر در عصر 7 پیش از میلاد در آنجا یک شاهیگری را تشکیل می‌کنند. حدود امپرای هخامنشی‌ها خیلی بزرگ بود. با آن در 3 قطعه عالم در آسیا، اروپا و افریقا پهن شده بود. در عموم حدود امپرای هخامنشی‌ها زیاده از 5 میلیون کیلومتر مربع بود و در این حدود قریب 50 میلیون نفر زندگی میکرد که این مقدار برای عصر 6 پیش از میلاد عموما برای زمان هخامنشی‌ها یک مقدار خیلی بزرگ می باشد. و هخامنشی‌ها که نیاگانی به واسطه تاجیکان می باشند توانستند که در تاریخ انسانیت اولین امپریا را تأسیس دهند و این امپریا توسط ولایت‌های علاهده معموری که ساتراپ‌ها نامیده می شدند اداره کرده می شدند و حدود امروزه آسیای میانه با ساتراپ‌های 11ام، 12ام، 14ام و 16ام هخامنشی‌ها داخل می شدند. یکی از یادگاری‌های مهم زمان هخامنشی که رمز دولتداری آنها می باشد این پرچم هخامنشی می باشد که در پرچم هخامنشی عقاب بالگشاده، قبه نقطه زرین، هلال و تصویری مانند به بالهای کشاده شاهپر مشاهده می شود و گفته می توانیم که در رمز شناسی یا که نشان شناسی هخامنشی‌ها بار اول توانستند که عقاب را همچون رمز دولتدار استفاده برند و این عنعنه تا زمان معاصر ادامه دارد. از حدود امروزه تاجیکستان یادگاری‌های گوناگون زمان هخامنشی یافت شده است و ظرف‌های گلی تیزبون از جمله چنین یادگاری‌ها میباشند که چنین ظرف‌های تیزبون از نزدیکی مقبره میر سید علی همدانی در شهر کلاب و قلعه میر ناحیه قبادیان یافت شدند. یکی از شخصیت‌های مشهور زمان هخامنشی که به این امپریا اساس گذاشته است کوروش کبیر میباشد. کوروش کبیر سال 593 پیش از میلاد تولد شده، سال 530 فوتیده است. کوروش کبیر پیش از همه با سیاست مداری خود، با فرهنگ پروری خود، با عادل بودن خود مشهور بود. سال 539 پیش از میلاد کوروش کبیر مصر را اشغال می نماید و در اینجا او یهودیان غلام بوده را آزاد می کند و یکی از یادگاری‌های خیلی مشهور اهمیت جهانی داشته زمان حکمرانی کوروش کبیر اعلامیه کوروش کبیر می باشد که اینجا نسخه آن را می بینیم و اعلامیه کوروش کبیر سال 1879 از جانب باستانشناس هرمز رسام کشف می شود و حالا این در آثارخانه بریتانیا محفوظ است و نسخه همین اعلامیه کوروش کبیر همچنین اولین حجت تاریخی اعتراف کننده حقوق بشر در بنای سازمان ملل متحد هم به نمایش گذاشته شده است. از مضمون متن اعلامیه کوروش کبیر معلوم می شود که کوروش کبیر همچون شاهنشاه عدالت پرور به آزادی انسان اعتراف نموده است و به اهالی امپریایی که خودش اداره میکرد او آزادی دینداری را هم داده است. از حدود تاجیکستان یادگاری های غیر منقول هم یافت شدند که یکی از آنها این قلعه میر در ناحیه قبادیان می باشد که حالا هم یک قسمی همین یادگاری باقی مانده است و این یادگاری از یادگاری‌های شناخته شده زمان شوروی تاجیکستان می باشد که در زمان شوروی تحقیق شده بود. دیگر یادگاری که از هنری
آبیاری زمان هخامنشیان نیاگان تاجیکان دلالت میکند. این جویبار بالا می باشد که در ناحیه امروزه جلال‌الدین رومی واقع است. علاوه بر این از منطقه‌های دیگری تاجیکستان هم یادگاری‌های جالبی هخامنشی یافت شدند و دو یادگاری که می‌بینیم اینها یادگاری‌هایی هستند که از ناحیه اصفهان زمان شوروی کشف شدند و آنها در شکل سری گوسفند از برنج توسط رختکاری ساخته شدند که آنها خیلی زیبا و با هنری بلند آماده شدند. سالهای 90 عصر 20 از جانب دو عالم تاجیکستانی عزیز مظفر و پاول ساموئلیک در شهر کلاب در نزدیکی مقبره میر سید علی حمدانی یک خمدان کشف می شود که این خمدان دو آشیانه بوده و زمان هخامنشیان که به عصرهای 7-6 پیش از میلاد منسوب است. خمدان مذکور از دو آشیانه عبارت بوده. در قسمت پایانی آن تنور واقع است و در قسم بالایش باشد جای گذاشتن و پختن ظرف‌ها می باشد. در این خمدان ظرف‌های تیزبون با صفت خیلی بلند ساخته می شدند و این خمدان که خیلی حجماً بزرگ است از آن شهادت می دهد که در زمان هخامنشیان در حدود امروزه شهر کولاب هم یک شهر قدیم وجود داشت، زیرا چنین خمدانی بزرگ نمی توانست که تنها برای یک ده یا یک چند دهه فعالیت نماید.